تو یه نفر نیستی، 3 نفری. یکی خودت، 2 تای دیگه. زمین میزنه ولی اگه جالب باشه چیه؟ 2 تا صدا که دائما تو سرت در حال حرف زدنن و فقط تو میشنویشون. من جان بده برو نکار سرم کفاش کنم این که الان بلند نمیشی و کار دست خودت نمیدی همین صداهاست که یکیشون از اون یکی بلندتره، چون اگه تو نباشی اونم نیست و دلیل نرسیدنت به اون نقطه‌ای از زندگیت که میخواستی بهش برسی هم همین صداهاست که یکیشون از اون یکی بلندتره. بذار تموم بشه. راهکار شناختشونه، این که متوجه شی توی سرت صدای کدوم وقتی باهات حرف میزنه، قرمز یا آبی، و تو تصمیم بگیری به حرف یکیشون گوش بدی، نه که اونا برای تو تصمیم بگیرن و بعد از چند روز متوجه یه تغییر بزرگ میشی. جفت صداها تبدیل به یه صدا میشن و اون وقته که معجزه شروع میشه. این جمله رو تو مغزت بخون.